इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का पहला ऑडियो पैगाम। मशरिक वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे फौरी बंद किए जाएं, ये उन्होंने अपने पैगाम में कहा। उन्होंने मजीद कहा कि अगर अमरीकी अड्डे बंद ना हुए तो हमले जारी रहेंगे। दुश्मन ईरानी अवाम को निशाना बना रहे हैं। मिनाब स्कूल के शोहदा के खून का इंतकाम लेंगे। मुश्तबा खामेनाई ने पैगाम में कहा कि आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी یا به فراموشی سپرده شود مگر این که از ناحیه حضرت حق جل و علا مثل یا برتر از آن به جایش داده شود. مناسبت استفاده از این آیه شریفه این نیست که این بنده در حد رهبر شهید باشم، چه رسد به این که بخواهم برتر از ایشان فرض شوم، بلکه جهت ذکر آیه مبارکه توجه دادن به نقش بجا و پررنگ شما ملت عزیز است. اگر آن نعمت عظما از ما سلب شد، به جایش بار دیگر حضور امارگونه ملت ایران به این نظام اعطا گشت. این را بدانید اگر قدرت شما در صحنه ظاهر نشود، نه رهبری و نه هیچ یک از دستگاه‌های مختلف که شأن واقعی آنها خدمت به مردم است، کارایی لازم را نخواهند داشت. برای اینکه این معنا بهتر صورت تحقق پیدا کند، اولا باید به یاد خداوند تبارک و تعالی و توکل بر حضرتشان و توسل به انوار طیبه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین چون اکسیر اعظم و کبریت احمری نگریسته شود که تضمین کننده انواع گشایش ها و ظفر قطعی بر دشمن است. این مزیت عظیمی است که شما واجد آن و دشمنانتان فاقد آن هستند. ثانیاً باید بر وحدت بین آحاد و اقشار ملت که معمولاً در مواقع مضیقه نمود خاصی پیدا می کند خدشه‌ای وارد نشود. این امر با صرف نظر کردن از نقاط مورد اختلاف تحصیل خواهد شد. ثالثاً باید حضور مؤثر در صحنه حفظ شود، چه به صورتی که در این روزها و شبهای جنگ از خود نشان دادید و چه به صورت انواع نقش‌آفرینی‌های مؤثر در عرصه‌های مختلف اجتماعی، سیاسی، تربیتی، فرهنگی و حتی امنیتی. مهم این است که نقش صحیح بدون خدشه به وحدت اجتماعی به خوبی درک و تا حد ممکن به اجرا گذاشته شود. یکی از وظایف رهبری و بعضی مسئولان دیگر گوش زد کردن ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का पहला पैगाम। मुश्तबा खामेनाई का जंग जारी रखने और शोहदा के खून का बदला लेने का ऐलान। आबनाए हुर्मज़ बंद रहेगी, मुश्तबा खामेनाई ने ये ऐलान किया है। उनका कहना था कि मशरिक वुस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे फौरी बंद किए जाएं।